رسلان بابایف معروف به روسیک 04 یک بلوگر جوان زاده دهه یوگید نویه دروازه تاجیکستان در شهر مسکو با اتهام تغییر اعتقاد مردم دیندار بازداشت شده است. رسلان بابایف روز 29 سپتامبر در صفحه‌هایش در چندین شبکه اجتماعی یک سلسله عکس‌هایش با یک دختر قیافه سلاویانی را که در پس منظره‌شان کلیسای وسیل بلژنی در میدان سرخ در مرکز مسکو می‌نماید نشر کرد. در بین این عکس‌های در عموم قابل قبول یک عکس بی‌ادبانه هم بود که موج واکنش‌های منفی و دعوت‌ها از مقامات روسیه برای بازداشت و مجازات این بلاگر را به بار آورد. در این عکس بلاگر تاجیک و دختری که در تن لباس پلیس داشت در پس منظر کلیسا صحنه علاقه جنسی را در شکل رابطه جنسی دهانی وانمود می‌کند. رسلان بابایف در زیر این عکس اغوا برانگیز نوشته است: کودکس مینت کودکس جنایت نیست، آن را میتوان ویران هم کرد. گفته می شود که بلاگر به خاطر 10,000 لایک دست به این فوتوسیسی اغوا برانگیزانه زده است. رسانه ها می نویسند که پلیس را به بالای این پوشانیدن لباس پلیس به تن دختر شریک بلاگر تاجیک باز هم بیشتر به خشم آورده است. بابایف در اینستاگرام 101,000 و در تیک تاک 5,000 پیرو داشت. بعد حبس او صحیفه‌هایش در این دو شبکه اجتماعی ناپدید شدند، ولی عکس‌های اغوا برانگیز همچنان در اینترنت میچرخند چون که دیگر کاربران آنها را نسخه برداری و بازنشر کردند. رسلان بابایف زاده دهه یوگید نویه درواز بوده. بعد ختم مکتب رقم 6 در زادگاهش به شهر سوچی روسیه و اخیراً از آنجا به مسکو کوچیده، حالا در دانشگاه دولتی مسکو به نام لمنوسوف تحصیل میکرده است. او قبلا هم برای یک سلسله ویدیوهای اغوا برانگیز که آدمان را از پشت آمده میزد نیز دستگیر شده بود. بر اساس ماده 148 کودکس جنایتی روسیه به بابایف برای تحقیر دینداران جریمه یا کارهای اصلاحی و حتی 3 سال حکم زندان تهدید میکند. ولی مطبوعات روسیه می نویسند که او را می توانند مثل کومیک آذیرتبار ادراک میرزا علیزاده که برای یک شوخی ناجا درباره روس‌ها عمرباد از حق ورود به روسیه محروم گردیده نیز عمرباد دپورتاسیون شود. بابایف یگانه بلاگر تاجیک نیست که در روسیه دستگیر شدند. سال 2019 آوازخوان رپ و بلاگر تاجیک سمرالدین رجبوف در پی یک گردهمایی اعتراضی اپوزیسیون روسیه در مسکو به حمله با شیشه آب به افسر پلیس ایبدار شده قریب نیم سال را پشت پنجره به سر برد. بلاگر کرامت الله جباروف ماه فوریه سال 2020 برای یک پرانک ناجا در موضوع کرونا ویروس در متروی مسکو دستگیر شد و تنها در اول ماه سپتامبر سال جاری بعد در پشت پنجره پس سر کردن 1 سال و 8 ماه توانست به آزادی برآید.